ایمان، امید، محبت، اما از همه بزرگتر محبت است. کتاب مقدس اول قرنتیان باب 13. در نامه پولس به شهر قرنتیان، اولین نامه پولس به شهر قرنتیان، اول قرنتیان، مکتوب است: الحال این سه چیز باقی است: ایمان، امید و محبت، اما از همه بزرگتر محبت است. من در دوران کودکیم در خانواده بزرگ شدم که پدرم ساختمانسازی داشت و اکثر اوقات می دیدم که اینها برای زیربنای یک ساختمان چه موادی رو با هم قاطی می کنه. اصولاً شن و ماسه و یا میشه گفت سیمان و آب، این سه چیز وقتی با هم مخلوط می شد و حسابی تاب داده می شد، یک زیربنای بتونی خیلی قوی درست می کرد. به نوعی در زندگی ایمانی ما هم این سه چیز که میتونه یک بتون محکمی باشه، ایمان، امید، محبت، اینها وقتی که با هم قاطی میشه یک بتون بسیار محکمی برای زیربنای زندگی روحانی ما تشکیل میده. اما همانطور که در بتون از همه مهمتر شاید بشه گفت سیمان بود، اون بود که این چسب لازمه رو به وجود می آورد تا این بتون همدیگر رو به اصطلاح نگر بداره و اون قدرتش رو از دست نده. در زندگی روحانی ما هم وقتی ما میگیم ایمان، امید و محبت، و وقتی پولس میگه ولی محبت از همه بزرگتره، به نوعی مهمتره، یعنی بیشتر باید استفاده بشه، شاید همون سیمان روحانی ماست. ایمان ما خوبه، اما تا زمانی به درد ما میخوره که ما به آسمان میریم. وقتی به آسمان رسیدیم و در مقابل چشمان پرمحبت مسیح ایستادیم، ایمان دیگه لازم نیست، چون ایمان یعنی باور به آن چیزی که شما نمیبینید هنوز. پس وقتی مقابل چشمان مسیح ایستادیم دیگه لازم به ایمان داشتن نیست، بلکه دیگه داریم میبینیمش و باورش میتونیم کنیم. همینطور امید برای ما بسیار مهم و لازمه، اما تا زمانی که به آسمان بریم. امروز که ما در اینجا نشستیم و مشکلات روزمره زندگی ما رو گرفته، باید امیدی باشه تا بتوانه ما رو حفظ بکنه و تمرکز ما رو، چشمان ما رو از آسمان به اصطلاح بلند نکنه. اما وقتی که به آسمان رسیدیم دیگه امید هم قدرت خودش رو از دست میده، چون وقتی در مقابل مسیح ایستادیم نه فقط دیگه ایمان به اون صورت معنایی نخواهد داشت، بلکه امید هم دیگه به خط آخر رسیده، چون رسیدیم به هدف نهایی خداوند. اما محبت از همه بزرگتر است، زیرا نه فقط در زمین که امروز هستیم به محبت احتیاج داریم تا بتوانیم زندگی شیرینی با خدا و با یکدیگر داشته باشیم، بلکه وقتی به آسمان نیز میرسیم محبت هنوز ادامه داره، ابدی است. در اونجا رابطه شیرین ما با منجی عالم، با منجیمون پیوسته ادامه داره و اون محبتی است که هیچ وقت ساقط نمی شود. در محبت خداوند بمانید، هم نوعان خود را محبت کنید. خداوند با شما باشه.